خب مشکل چیه؟ آیا دکتر چند وقت مای چشمان دیده هست دیگه بعد چی میشه؟ میده مثل شیر بده تو بله بله. بعدا این چند وقت دیده میشه این گوشه چشم یه دفعه زد که گفتن دیروز منو با مرچه بردن تو شما را بذارید اینجا. به من نگاه. پایین نگاه. بالا نگاه. پایین بذار. به من نگاه. اینجا روبرو. خب چشمت که ناخنک داره، راست بیشتره و مهم بلفاریک دارید، التهاب و شوره لبه پلک دارید که این عفونت هست خودش. همین باعث میشه که شما احساس جسم خارجی تو چشم کنید. دارو برات می‌نویسم استفاده کن، درمانش هم طولانی مدت. غذای چی باید بخوره دکتر؟ گرمیجات اینا مشکلی نیست نه؟ پماد و شامپو و طولانی 3-4 ماه حداقل استفاده کنید. شب یه ذره پماد میزنید به مژه‌ها چرب بشه دو طرف، صبح با شامپو میشویی، شامپو مخصوص. قطره هم برات می‌نویسم. چه مدت حدوداً میشه مصرفشون رو؟ میگم 3-4 ماه طول می‌کشه. 3-4 ماه طول می‌کشه. درمانش طولانی مدت. کلوبیوتیک هر 6 ساعت. چی؟ طولانیش محبت کنه چند وقت میشه؟ گفتم بابا 3-4 ماه باشه. اون وقت منطقه هم خاکم داره آی دکتر. حالا چرب میکنن این خاک بم. منطقه بم هستن. مهم نیست. خودش شستشو میده. من میدونی دکتر البته میگم اینجا زیارت این درد بگیرم شما داشته دکتر شما به سرنوشت نیست. چیزی نمیگه خوب میشه. شب به مژه‌ها بمالد، یه شامپو، آرگوسول، صبح مژه‌ها رو بشوید. چه مدت بر رو چشاشون باشن این کف شامپویی که میگی؟ بلا فاصله بشورن یا نه آی دکتر؟ ها شب بزنن آره صبح بشورن دیگه آره صبح هم تو با آب خالی بشورن دیگه بسیار محمد بحرینی بله بله خدمت شما از داروخونه پایین بگیرید.